مرد در بنی اسرائیل روز از روزها حضرت موسی در حرکت به سمت کوه تور بود. یک مرد آمد جلو حضرت موسی، به حضرت موسی گفت من آنقدر فقیرم، آنقدر تحمل به فقر کردم، چندین سال است که این فقر را من پشت سر می گذرانم، حتی یک بار شکم درست من سیر نشده از غذا. گفت برو به الله بگو 10 درهم برای من بدهد. چند درهم؟ 10 درهم برای من بدهد، اخیر روز پس از من بگیرد. اول روز بدهد، اخیر روز پس از من بگیرد. حضرت موسی حرکت کرد. بعد از اینکه با پروردگار ملاقات کرد، به الله پروردگارا بنده ات تو خبر هستی از حال بندگانت، یک بنده ات به من گفته 10 درهم برای من بده، اخیر روز از من پس بگیر. حضرت موسی دوباره برگشت از کوه تور، دید که همین بنده را کسی 10 درهم برایش داده است. حضرت موسی رفت پشت کارش، گفت اخیر روز 10 درهم از این گرفته می شود. این انسان وقت 10 درهم را گرفت، در حال 2 درهم در راه خدا انفاق کرد. چند درهم؟ 2 درهم در راه خدا داد. الله رب العزت و الجلال در قرآن میگه من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. کسی که یک بدهد خدا چند میدهد؟ 10 میدهد. در این دنیا 10 میدهد. وقت 2 درهم داد تا اخیر روز کسی به این 20 درهم داد. 20 درهم داد چون الله وعده کرد. سلام علیکم اکا جناب جناب، شما خواهش دارم دستگیریم کنین. من سلامتیم خوب نیست، حساب جگرم و حساب گردم کسل خوام. من در زندگی نه پدر دارم نه مادر، اوتو چا مردگی، من اکا و دادر ندارم. بابا جمعه دیگه بار نوار کدگه بامو کامینیم شان شگرونه علام میکنیم که یا ریچینی ما گرفتم دیگه شازورم نرسه که برام ریچینیو ما بگیرم توبت کنم. شما برادرها خواهش میکنم دستگیری کنین. هر کس که دستگیری میکنه الله برکتش بده. نمیتونه یک هفته تا که هر جای مال بخیزم. سلام علیکم اکا جناب شما خواهش دارم که دستگیری کنن که چند سال شهر سلامتی و چند خونه دستگیریش کنن که چند سال شهر نمیتونن یک هفته و تنکی و چند سال شهر. من در زندگی یک فرزند دارم، من کلانی ندارم که مرا نگاه بین کنه. من حساب جگرم کسلم، حسابی هم جگر مای هم گردم هم صبحم چند طرفه کسلم. خواهش میکنم برادر دستگیری کنی که من همی سلامتی خوب شد به طور سریم فرزندک من که همی فرزند من نگاه کنم. من شکرانه خدا هم سوی ایدر میدرویل ممنونه و خود میتمون. من در یک آنجا کار کنم میتونم، من حسابی جگر من حسابی گردم. همی کرته خدمت تیماس برادرها دستگیری خطونه برسانه. هر کس که دستگیری که میتونه علا برکتش بده، نمیتونه یک هفته هم بده که سلامتیم خوب شود. خدا جانم رو درستم بده و تنیسیتم تا دیلی بیغمتم تا گشایشگارتم تا خدا جان ساق رفتین سلامت به وطن بیارتون و پیش پدر و مادر و پیش زن فرزنداتون بیارن. خدا جان همی مردمی غریب نگه بدارم. خدا جان یک بای با دولت چون مردم میتایید شنو بخورم. من که جنو در یگان جو کارکا نمیتونم، من حساب جگرم من حساب گردم در یگان جو کارکا نمیتونم. ایس زبم میجی خیره نفس ما میگیره. شکرانه خدا من همی بابا جان میدیا خواهش کردم که همین ویدیوی من را پام کنم مردم دستگیری کنم.